عبدالله غربتی را از بازداشتگاه به زندان انتقال دادند. تا به حال هویت 3 شهروند تاجیکستان را که در لنینگراد دچار حمله مسلحانه شده بودند، سفارت تاجیکستان در روسیه معلوم نکرده است. تاجیکستان با ازبکستان 21 سازشنامه سیاحی امضا کرده است. عبدالله غربتی عوضمند غربتوف، یکی از روزنامه‌نگاران محکوم شده تاجیک، از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه سزا به مؤسسه اصلاحی رقمی 4 واقع در محله یکم سویتسکی شهر دوشنبه انتقال یافته است. در این باره آزیا پلوس با استناد به نزدیکان روزنامه‌نگار خبر داد. آنها گفتند او صبح امروز به زندان انتقال یافت و اکنون حدود 15 روز در کرانتین باید بشیند. انتقال عبدالله غربتی به زندان در حالی است که روز 16 دکبر در دادگاه شهر دوشنبه حکم 7.5 سال زندان عبدالله غربتی را به تغییر گذاشته بودند. روز 4 اکتبر سال روان دادگاه ناحیه شاه منصور عبدالله غربتی را با 3 ماده کدکس جنایتی گناهکار دانسته برای 7.5 سال روانه زندان کرد. بعد 10 روز گذشتن از حکم صادر و پیدا کردن بهای حقوقی، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع جدا کرده بود، از بالای آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی کردند. یادآور میشیم که عبدالله غربتی یکی از 4 ژورنالیستان بازداشت شده تاجیک است. او زمانی بازداشت گردید که در رابطه با پرونده دلیر امامعلی، بلاگر و روزنامه‌نگار محکوم شده تاجیک، به دادستان ناحیه شاه منصور دعوت گردیده بود. در آغاز مقامات او را برای تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت گمانبر می‌دانستند، ولی بعداً عبدالله غربتی به اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گمانبر دانسته شد. تا به حال هویت 3 شهروند تاجیکستان که به آنها در ولایت لنینگراد حمله مسلحانه شده بود، سفارت تاجیکستان در روسیه معلوم نکرده است. به خبرگزاری آزیا پلوس این را از سفارت تاجیکستان در مسکو تصدیق کرده گفتند در یکجایگی با مقامات مربوطه روسیه این مسئله را بررسی دارند. نماینده سفارت گفته است سفارت و کنسولگری گنرالی در سنت پترزبورگ از این قضیه آگاهند و آن را پیگیری دارند. مقامات انتظامی روسیه مسئله باز کردن پرونده جنایی را بررسی دارند و تفتیشات پیشکی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که چند روز پیش رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که 2 نفر به سوی ساختمان که 3 مهاجر تاجیک کار می‌کردند تیرپرانی کرده، بعد از آن می‌خواستند بنا را آتش زنند. حادثه شام 26 دکبر در ناحیه لادیناپولسک ولایت لنینگراد رخ داده است. در این حمله کسی آسیب ندیده است. کارمندان پلیس به جای حادثه حاضر شده 3 تیر سلاح و 1 کوکتل مولوتوف را دریافت کردند. عین حال حملگران جستجو می‌شوند. در دوشنبه همایش گردشگری و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد که در آن امکانات همکاری‌های دولت‌ها در این سمت بررسی شد. در انجمن صاحبکاران سیاحی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان که دیروز 27 دکبر برگزار شد، دورنما و امکانات همکاری‌های بین دولتی این ساحه‌ها محاکمه شدند. در این باره با سنترال آزیا نقطه نیوز با استناد از خدمات مطبوعاتی کمیته رشد سیاحی ازبکستان خبر داد. ضمناً ذکر گردید که سازشنامه همکاری‌های بین کشورها در ساحه سیاحی به تحکیم مناسبت‌ها در سمت‌های افضلیت‌ناک از جمله تبادل اطلاعات آید به رشد ساحه سیاحی توسط نشریه‌ها، فیلم‌ها، چاره‌بینی‌های تبلیغاتی، کنفرانس‌ها، آموزش، تشکیل همایش‌ها و راه‌اندازی همکاری‌های شرکت‌های سیاحی تاجیکستان و ازبکستان تاکید شد. گفته می شود آغاز نظامی بدون روابط بین کشورها امکان داد که زنجیری مؤثر به وجود آید که نه تنها به رشد سیاحی بین جمهوری‌ها بلکه به همکاری منطقوی سیاحی مساعدت کند. در جنبست چاره‌بینی جانب‌ها بین کارخانه‌های سیاحی جهت رشد همکاری‌ها و جلب سیاحان 21 سازشنامه همکاری به امضا رسیدند.